من که این شیرینی خیلی پسندمه، شما رو نمیدونم. بیسکویت پتیبور ساده و شکلاتی رو پودر کنین، بادام زمینی تست شده رو داخل غذاساز بریزین، دندونگیر خوردش کنین، شیر خشک قنادی رو روی گاز تفت بدین تا به این رنگ برسه و همه مواد رو با هم مخلوط کنین. کرم دلسه یا همون شیر عسلی کاراملی که 2 پست قبل بهتون آموزش دادم و کم کم به مواد اضافه کنین و ورز بدین تا خمیر به این بافت برسه. یه تیکه از خمیر بردارین، روی سطح کارتون لولش کنین، به اندازه دلخواه برش بزنین، سر و ته شیرینی رو مرتب کنین و بذارین یخچال استراحت کنه. شکلات شیری و تلخ و روغن رو به روش بنماری ذوب کنین، شیرینی رو از یخچال در بیارین، روی شیرینی‌ها شکلات ذوب شده بریزین، اضافه های شکلات رو حتما بگیرین و اجازه بدین روی توری خودش رو بگیره. سر و ته شیرینی رو کارامل یا عسل بزنین و داخل مغز دلخواهتون بغلتونین. حتما پیج منو فالو کن، کلی آموزش‌های جذاب دارم واسط.